بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شام 12 اپریل در یک قطعه مرز تاجیکستان و قرقیزستان میان مرزبانان این دو کشور تیراندازی شد و احتمالاً دو سرباز تاجیک زخمی گردیدند. جانب قرقیزستان میگوید که از جانب تاجیکستان یک نفر زخمی شده، هیچ نفری از مرزبانان قرقیز آسیب ندیده است. ولی منابع سامانه قرقیزی کاپتوس میگویند یک سرباز قرقیز مجروح شده است و در شفاخانه در حالت وزنین قرار دارد. خبر حادثه نوبتی در مرز جماعت دیوت خیسته‌ورز نویه باباجان غفوروف و سرحد قرقیزستان رخ داده است. به اطلاع یک منبع رادیوی آزادی حادثه تخمینا ساعت 18 روز 12 اپریل رخ داد. به گفته این منبع دو سرباز تاجیک به بیمارخانه خیسته‌ورز انتقال داده شده است. در همین حال خبرگزاری 24 که با تکیه به خدمات مرزبانی قرقیزستان نوشت که حادثه در محله سلکن نویه لیلک قرقیزستان رخ داد. به روایت این منبع گویا سرحدبانان تاجیک با وجود اینکه نظامیان قرقیز را دیدند به سمت خط مرز شرطی حرکتشان را ادامه دادند. مرز در این منطقه پورا معین و علامتگذاری نشده است. از طرف تاجیکستان نیز بارها مرزبانان و شهروندان قرقیزستان را به گذشتن غیر قانونی از مرز عیبدار کردند. در خبر آمده است که گویا سرحدبانان تاجیک طلب مرزبانان قرقیز را نادیده گرفته تخمینا 20 متر به درون سرحد قرقیزستان وارد شدند. جانب قرقیزستان گفته است که با هدف آگاه کردن به هوا تیر کشیدند. در جواب گویا مرزبانان تاجیک به سوی مرزبانان قرقیز آتش کشیدند. در پی مذاکره تیرپرانی خاتمه یافت. سنجیدن درستی این اطلاع فعلا امکان ندارد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. به اطلاع رسانه‌های قرقیزستانی حادثه رخ داده را نمایندگان مرزبانی دو کشور بررسی دارند. وضع در سرحد معتدل ارزیابی می شود. حادثه نوبتی در مرز در حال رخ می دهد که روز 12 اپریل نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان راه‌های پیشگیری از جنگ و جنجال در دهات مرزی را بررسی کردند. در ملاقاتی که در نویه اسفره برگزار شد، رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و از بادکند قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف حضور داشتند. همچنین هفته گذشته در دوشنبه گروه‌های توپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان ملاقات کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 11 اپریل گفت که این گروه‌ها که هدفشان تعیین و علامتگذاری مرز دولتی دو کشور می باشد از 5 تا 10 اپریل ملاقات کرده در پایان جلسه یک پروتکل هم امضا کردند. مقامات دو کشور میگویند که از پارسال به این سو در نتیجه جلسه های گروه توپوگرافی دو کشور در مجموع 81 کیلومتر مرز معین شده است. تاجیکستان و قرقیزستان دو همسایه نزدیک 970 کیلومتر مرز مشترک دارند و تا حال بیش از نصف این مرز تا آخر معین و علامتگذاری نشده است. 10 کیلومتر خط مرز در مقام بحثی قرار دارند و این چیز باعث هر سر چند وقت سر زدن نزاع و زد و خورد می شود. پرخشونت ترین نزاع 28 اپریل سال 2021 سر زد که 3 روز ادامه کرد و در نتیجه 10 نفر از هر دو طرف مرز کشته و مجروح شدند. ولی با این وجود هر دو طرف گفتند که ادامه مکالمه‌های دیپلماتی و کار برای معین و علامتگذاری شدن قطعه‌های بحثی مرزی را پشتیبانی می‌کنند.